کشف جدید باستانشناسان درباره محل دقیق کشتی حضرت نوح. با ما همراه باشید. سلام خدمت بینندگان از چنل یوتیوب مسلم دهقانی. چطور دلتون خوبه؟ امیدوارم که همیشه حالتون خوب و برقرار و شاد و شنگوله و سلامت باشید. امروز اومدیم خدمتتون با این موضوع ویدیوی جدید، ولی قبل از اینکه بریم سراغش لطفا همین ویدیو رو لایک کنید و عضو کانال ما بشید. بریم سراغ ویدیوی امروز. برخی از دانشمندان معتقدند که تحقیقات بیشتری برای تایید وجود کشتی نوح در دور و پینار لازم است و آن را کاری پیچیده توصیف کردند. محققانی از دانشگاه فنی استانبول و دانشگاه آقری ابراهیم چچن یک سال از روی یک سازنده زمینشناسی در ناحیه‌ای در ترکیه مشغول کار هستند. این کوه در تصویر که بلندترین قله ترکیه است، در ارتفاع 16500 فوتی واقع شده و یک کنده‌کاری شبیه به کشتی نوح روی آن قرار دارد. استانشناسان باور دارند که به تایید قطعی محل دقیق قرار گرفتن کشتی نوح نزدیک شدند. تیمی از محققان که در حال اکتشاف یک سازنده زمینشناسی در کوه آرارات در ترکیه هستند، تاریخ نمونه‌های صخره و خاک را در آن شناسایی کرده و باور دارند که این منطقه حاوی بقایای کشتی نوح است. آنها میگویند که این مکان با زمانبندی انجیل درباره سیل عظیمی که 5000 سال پیش به وقوع پیوست همخوانی دارد. بله، و اگه خواستید بیشتر در موردش بدونید میتونید سرچ کنید و بیشتر بدونید. و اما رسیدیم به پایان ویدیو. امیدوارم که از دیدن این ویدیو رضایت کامل رو داشته بوده باشید و تا ویدیوهای بعد شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. امیدوارم که یه حمایت کوچیکی هم از ما بکنید. بدرود.